Chegou a hora. سلام بچه ها، Solta o چطوری som. دارم؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از چنل من. بعد سالها الان دوباره برگشتیم به فعالیت بعد جنگ و اینکه قراره هر روز ویدیو درست کنیم. یادتون نره لایک کنید، ساب و آره دیگه لایک و ساب فراموش نشه. یه کامنت هم بذارید و بریم برای ویدیو. خب بچه ها، ما قراره که امروز یه ردیم کد اومده، میشه 10 تا کارت اینکوباتر برداشت کرد. ما امروز اومدیم که بریم کارت ها رو برداشت کنیم و بریم بزنیم ببینیم چی قراره همون بده. بچه برای این که بتونید ردیم کد رو وارد کنید باید برید توی ایونت و بعد بیایید تو بخش ردیم کد. اینا ردیم یور کد، درسته دیگه. خب ما وارد این بخش میشیم اگه باز کنه. خب بچه ها باید لاگین کنید و بزنید رو جیمیل و رو هر سیوی که هست بزنید روش و برید ردیم کد رو بزنید. من برم ردیم کد رو بزنم و بیام. خب بچه ها من جیمیل رو زدم و اومدم و اینکه این کد بچه ها اینو وارد میکنید و میزنید. بچه این زده 24 ساعت دیگه بهتون ارسال میشه ولی این الکیه و بریم داخل گیم. خب بچه ها ما داخل گیم شدیم، همینطور که اینجا میبینید 10 تا رو بهمون داد و اینو میزنیم و میاییم ببینیم بهمون چی میده. هیچی این تو ندارم، فکر کنم بیلاخ میده. خب آخه من الان اونو میخوام، من الان میخوام چیکار؟ الان من این دوتا رو میخوام چیکار؟ من سنگ ندارم. دوتا بنه رو داد برای یادگاری. خب آقا بریم رو یکی اکانت هم بزن. بچه ها قدر برق رو بدونید. الان یهو برق اومد، اصلا کولر روشن شد، انقدر خوشحال شدم اصلا یه چیز دیگه است. بچه ها روی این اکانت هم یه لحظه بزنیم و زود بیاییم. خب بچه روی این اکانتمون هم زدیم و بریم تو گیم که برداشتش کنیم. بچه قراره از این به بعد هر روز ویدیو خبری داشته باشیم. هر روز نه، هر 2 روز یه باری، 3 روز یه باری خبرهای صحیح درست سعی میکنیم که خبرها رو به موقع برسونیم و اینکه حالا کلی کار است بکنیم دیگه. به امید خدا از 3 شنبه که این ویدیو رو الان براتون آپلود میخوام بکنم. بله بچه ها آپلود رو بکنم. بچه گیلدم تازه زدن، جفت اکانت های خودم داخلشه. ها اینا رو بچه ها من نیاوردم، حالا نمیدونم کی آورده و اینکه قراره یه چنل دیگه هم بزنیم و به امید خدا بریم یک ریجن. بعد آره دیگه دوستان این کارم کنیم و بریم اسپین بزنیم و اینجا هم متاسفانه سنگ نداریم ولی آخریه اینو گرفتیم. آخریه اینو گرفتیم. اینو چیه میدی؟ اینو چیه؟ بچه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.